بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، در برنامه گذشته بنده مطالبی را به خدمت شما بیان نمودم در مورد قسمیات کردن به غیر الله سبحانه و تعالی و احادیثی را در این مورد بیان کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از قسم خوردن به غیر الله منع نمودند و همچنین قسم خوردن به غیر الله را شرک برای ما معرفی کردند و فرمودند که این شرک است و باید یک انسان مسلمان از همچون عمل شرکی بپرهیزد. در این برنامه هم به ادامه همان برنامه مطالب دیگری را بیان خواهیم کرد ان شاء الله. قسمیات کردن به اسماء الهی جایز است و اشکال ندارد، همچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم فرمودند که اگر شما قسم خورنده هستید و میخواهید قسم بخورید و سوگندیات کنید، به الله متعال قسمیات کنید. همچنین به صفات الله سبحانه و تعالی هم نیز قسمیات کردن جایز است. یک انسان که میخواهد قسمیات کند به اسماء خداوند هم میتواند قسمیات کند و به صفات پروردگار عزوجل سبحانه و تعالی هم میتواند قسمیات کند. در هر دو چیز جایز است و اشکال ندارد. اما در مورد قسم خوردن به قرآن عظیم الشان، آیا قسمیات کردن به قرآن عظیم الشان جایز است یا نیست؟ در این مورد اگر ما به صورت کل اون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را بگیرین که پیامبر میفرمایند اگر شما قسم میخورین، من کان حالفا فلیحلف بالله، به الله قسمیات کنه. حالا ما میگوییم که قرآن عظیم الشان مخلوق نیست، بلکه کلام پروردگار است. کلام پروردگار سبحانه و تعالی است. بناهن به قرآن عظیم الشان قسمیات کردن درست است و اشکالی ندارد. به خاطر چی؟ چون در اون حدیث آمده من کان حالفا فلیحلف بالله، کسی که میخواد قسمیات کنه پس به الله قسمیات کنه و قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است. بناهن اشکالی در این مورد نیست. اما در مورد این که اگر شخصی به مصحف قسمیات بکنه، قرآن عظیم الشان همان کلامی است که پروردگار عزوجل آن را به پیامبرش صلی الله علیه و سلم فرستاده و در لوح محفوظ هست و به پیامبرش هم نیز فرستاده. اگر شخص به اوراق و به مصحف قسمیات بکنه، اگر هدفش قسمیات کردن به خود مصحف باشه، در این مورد قسم درست نیست که یعنی به خود مصحف، به این اوراق و به این خطها اینها قسمیات بکنه، چون این اوراق اینها مخلوقند، اما اصل قرآن عظیم الشان مخلوق نیست. پس بناهن اگر به اوراق قسم بخوره و به مصحف و هدفش از قسم خوردن به اصل قرآن نباشه بلکه به مصحف باشه، در این مورد قسم درست نیست. اما اگر اینکه به مصحف قسم یاد کرد و هدفش قرآن عظیم الشان کلام پروردگار سبحانه و تعالی بود، بناهن در این مورد هم باز هم درست هست و اشکال در این مورد نیست. چرا؟ به خاطری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. شخصی که میخواهد قسمیات کند به الله سبحانه و تعالی قسمیات کند و اگر به الله متعال قسمیات نمی کند پس سکوت را مراعات کند، ساکت شود. وقتی که به غیر خداوند میخواهد قسم بخورد ساکت شود و قرآن عظیم الشان کلام الله هست و اشکالی ندارد. اما مورد دیگر که آیا به کعبه قسم خوردن درست است یا نیست، ما در این مورد روایاتی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از قسمیات کردن و سوگندیات کردن به کعبه منع کردند که ما به کعبه معظمه و مشرفه قسم یاد نکنیم.
در حدیثی آمده که یهودی آمد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت انکم تنددون و انکم تشرکون، شما به الله متعال ند و شریک قائل می شوید و به الله شرک می ورزید. یهودی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم یا در بعض روایات آمده برای مسلمان ها گفت. به هر صورت گفت که شما میگویید تقولون ما شاء الله و شئت، شما مسلمان ها برای پیامبر میگین که ما شاء الله آنچه را خدا بخواهد و شئت آنچه را تو بخواهی ای پیامبر، یعنی چیزی را که خدا و پیامبر بخواه همان کار بشه. یعنی واور که در اینجا میارن و شئت یعنی پیامبر را عطف میکنن با الله سبحانه و تعالی و شما طبق که اون یهودی میگفت که شما الله متعال و پیامبر را در یک سویه قرار میدهید، میگویید ما شاء الله و شئت و این در واقع برای شما این نوع شریک قرار دادن برای الله هست که پیامبر را شریک الله قرار میدهید. و تقولون والکعبه، شما میگویید قسم به کعبه، قسم به کعبه. در میان مسلمانان اولین این بود، ولی ببینین که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی فرمودن؟ فامرهم النبی صلی الله علیه و سلم اذا ارادوا ان یحلفوا ان یقولوا ورب الکعبه. برای مسلمان ها پیامبر دستور دادن که شما هرگاه میخواید قسم بخورید یا به کعبه قسم بخورید نگید والکعبه قسم به کعبه، بگید ورب الکعبه قسم به پروردگار کعبه، قسم به اختیاردار و صاحب کعبه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم یاد کردن به کعبه را در اینجا منع کردن که شما قسم به کعبه نخورید، بلکه به پروردگار کعبه که الله سبحانه و تعالی است قسم یاد کنید. و همچنین در مورد قول دوم که گفت که شما میگویید ما شاء الله و شئت، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شما بگین که ما شاء الله ثم شئت، هر چی را خدا بخواهد بعد از آن تو بخواهی، نه اینکه آن چی را خدا بخواهد و تو بخواهی، بلکه آن چی را خدا بخواهد بعد از آن تو بخواهی. یعنی تفاوت است میان این. اگر ما بگوییم که آن چی را خدا بخواهد و فلانی بخواهد، یا مثلا بعضی که برای پیامبر میگفتن ما شاء الله و شئت، آن چی را تو بخواهی و خدا بخواهد، پیامبر را همسویه خدا قرار دادیم، یعنی در پهلوی خدا قرار دادیم. یعنی این که مشیت پیامبر هم مهمه در اینجا، باید پیامبر هم بخواه تا این اتفاق بیفته. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم از این قول منع کردن، فرمودن که بگید ما شاء الله ثم شئت، آن چی را خداوند بخواهد بعد از آن تو بخواهی، به دنبال آن تو بخواهی. یعنی این که اینجا مقام پیامبر میای پایین، هم ردیف پروردگار قرار نمیگیرند. و همچنین این اقوال متاسفانه در میان یک عده از مسلمان ها هم هست که این الفاظ را استفاده میکنند که مناسب نیست، باید از این الفاظ پرهیز کرد. خب بحث ما در مورد قسم یاد کردن به کعبه بود. این حدیث در سنن نسائی آمده، روایت شماره 3773. در حدیث دیگری که موقوف بر ابن عمر رضی الله عنه هست که ابن عمر رضی الله عنه شنید که شخص میگه لا والکعبه، نه قسم به کعبه، قسم به کعبه، مراد منظوری که قسم به کعبه یاد کرد. فقال له ابن عمر گفت که انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، گفت که من از پیامبر علیه السلام شنیدم. این قسمت حدیث مرفوع است، یعنی این که میگه که من از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من حلف بغیر الله فقد اشرک، هر کس به غیر نام خدا، به غیر الله قسم بخوره شرک مرتکب شرک شده است. این حدیث در سنن ابی داوود آمده، حدیث شماره 3251. منظور این که حضرت ابن عمر رضی الله عنه با برداشتی که از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم داره میگه که پیامبر علیه السلام فرمودن که من حلف بغیر الله فقد اشرک، هر کس که به غیر الله تبارک و تعالی قسم بخوره به الله متعال شریک قائل شده. پس بنابراین نتیجه بر این گرفته می شود که نتیجه بحث
در مورد کعبه بر این می شود اون حدیث مرفوعی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که پیامبر علیه الصلاة و السلام صراحتا منع کردن و در این حدیث هم برداشتی که حضرت ابن عمر رضی الله عنه از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم داره کعبه را غیر الله میدانه و بدون شک همین چنین است، کعبه غیر الله است. و همچنین قسم خوردن به پیامبر یا قسم خوردن به یکی از اولیای خدا. مثلا در میان بعضی از مردم متاسفانه این موجوده که میگه به پیامبر قسم، به رسول الله قسم، به نبی پروردگار قسم، یا میگه بعضی ها میگن که به امام رضا قسم، به حضرت علی قسم، به حضرت عمر قسم، به هر کدام از اینها همه غیر خدا هستند، همه غیر خدا هستند. بناهن تحت این قرار میگیره و قسم خوردن درست نیست و همان قاعده کلی که پیامبر علیه السلام اولا میفرمایند من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. این یک. دوما پیامبر علیه السلام میفرمایند که من حلف بغیر الله فقد اشرک. پس بناهن اینها غیر الله سبحانه و تعالی هستند. مرحله اول باید به الله قسم بخوره اگر میخواد قسم بخوره. مرحله دوم هر کس که به غیر الله قسم بخوره پیامبر علیه السلام میگن به الله متعال سبحانه و تعالی شرک ورزیده. و همچنین اگر شخصی به غیر الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه، به غیر الله قسم یاد میکنه، این مشکل این نفر چی میشه؟ این باید چیکار بکنه؟ آیا کدام کفاره ای داره؟ در حدیثی آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت ابی هریره رضی الله عنه از پیامبر روایت میکنه که پیامبر علیه السلام فرمودند من حلف فقال فی حلفه باللات والعزى. کسی اگر قسم یاد میکنه و در این قسم خود میگه قسم به لات و عزی. لات و عزی دو تا از بت‌های مشهور مکه بودن. قسم به لات و عزی میخوره. پیامبر میفرمایند فلیقل لا اله الا الله. پس بگه لا اله الا الله، دوباره کلمه عرض بکنه، دوباره کلمه بگه. چرا؟ به خاطر که این شرکه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت و همچنین فرمودند من حلف بغیر الله فقد اشرک. پس بناهن با این وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که به غیر الله قسم یاد میکنه دوباره بگه لا اله الا الله، دوباره بگه لا اله الا الله و دوباره به معبود بودن الله سبحانه و تعالی دوباره اعتراف کنه و دیگران را شریک با الله قرار نده. اگرچه این در مورد لات و عزی هست، اما آیا این که این حکم برای دیگران هم سرایت میکنه یا نمیکنه؟ یعنی به دیگر قسم ها بدون شک که سرایت میکنه و این حکم میشود یک حکم عام هست. درسته که لفظش در مورد لات و عزی هست، اما اعتبار در الفاظ، اعتبار در این نیست که یک لفظ در مورد خاص بیان شده باشه، بلکه منظور علت است. چون مهم علت است، چون در اینجا در واقع قسم به غیر الله هست، قسم به غیر الله هست، بیان کردن قسم به غیر الله سبحانه و تعالی هست، لات و عزی. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر که فرمودن من حلف به غیر الله فقد اشرک، در اینجا به صورت عام فرمودن. در اینجا فرمودن که اگر کسی قسم به اینها یاد کرد به لات و عزی دوباره کلمه بگه. بناهن علما میفرمایند که این حکم عام حتی در مورد افرادی که حتی در دیگه موارد هم قسم یاد میکنن، خوبه که بعد از این که به غیر الله سبحانه و تعالی قسم یاد کردن دوباره کلمه بگن و تا اینکه از این مشکل در بیاین. یعنی این مهم بودن موضوع را بینندگان عزیز میرسانه، مهم بودن موضوع را میرسانه که چقدر این موضوع مهمه که یک انسان مؤمن باید تا حد توانی که دارد از این مسائل پرهیز کند، تا حدی که توان دارد از این مسائل پرهیز کند و خدای نکرده در اینها غوطه‌ور نشود و خودش را مرتکب این گناه و مرتکب این جرم بزرگ که ما حدیثی و روایتی از حضرت عبدالله ابن مسعود در برنامه گذشته هم بیان کردیم که میگه ما حاضرم که به قسم دروغ به نام الله و به الله بخورم، اما حاضر نیستم که قسم راست به غیر الله بخورم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جرم این بزرگتر حتی از گناه کبیره. قسم دروغ گناه کبیره، اما قسم به غیر الله سبحانه و تعالی از گناه کبیره هم
گذشته، حتی در درجه شرک هست، شرک اصغر. به هر صورت بینندگان عزیز و گرامی، مواظب باشید برادران و خواهرانم که شما از قسم خوردن به پدر و مادر، از قسم خوردن به فرزندان، مثلا در بعضی از جوامع هست قسم به سر پدر، قسم به سر مادر، قسم به سر فرزند، قسم به سر شوهر، قسم به سر خانم، قسم به سر فلانی، قسم به خاطر فلانی، قسم به فلانی، قسم به فلانی، به این ترتیب. اینها همه اینها مشکل داره و همه اینها تحت غیر الله قرار میگیره. پس اگر شما حالا لابودی قسم خوردید، قسم یاد کردید، به الله سبحانه و تعالی قسم یاد کنید تا اینکه از این مشکل در بیایید و این مشکل در وجود شما نباشه و به این گناه خودتان را مرتکب نکنید. اجازه بدین که یک میان برنامه ببینیم و بعدا ان شاء الله که یک موضوع دیگری که ارتباط به همین قسم یاد کردن و سوگند یاد کردن به غیر الله هست به خدمت شما بیان بکنم. میان برنامه را میبینیم. خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن انما ما رو تعلیم میده، قرآن رو به ما میآموزه. همچنین در مورد فضیلت یعنی چیزی جواب نداد، بار دوم هم اعراض کرد، بار سوم وصال حق، گامی در راستای بیداری. آیا برای مؤمنان آن زمان نرسیده که دلهایشان برای یاد الله و آنچه از حق نازل شده نرم شود و مانند کسانی نباشند که پیشتر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی گذشت و دلهایشان سخت گشت و بسیاری از آنان فاسق و بدکار بودند. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، قبل از میان برنامه به خدمت شما موضوعی را مطرح کردم که ارتباط می‌گرفت به این که انسان نباید به غیر الله سبحانه و تعالی قسم یاد بکنه و موضوع قسم یاد کردن به پدر و مادر در برنامه گذشته هم توضیح داده شد. در این برنامه هم ما مطالب را بیان کردیم و همچنین قسم یاد کردن به کعبه، قسم یاد کردن به پیامبر، قسم یاد کردن به قرآن کریم که در صورتی که به خود مصحف و خطوط و اوراق باشه که در این مورد هم مفصل صحبت شد. و اینجا یک موضوعی مطرح میشه، افرادی که میخواهند در این مورد شبهه پراکنی بکنن و با این سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم مبارزه بکنن که شما چرا میگید که قسم یاد کردن به غیر الله درست نیست، مگر چی مشکل داره؟ در حالی که ما این روایات را خواندیم. اولا این روایات کاملا واضح و آشکاره، هیچ نوع شک و تردیدی برای ما باقی نمیگذاره. احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد صریحه و فردی که میخواه این مطالب را رد بکنه یا به این مطالب به هر حال توجهی نکنه، اون مشکل خودش هست. با وجود این احادیث ما هیچ نوع شبهه و هیچ نوع شک و تردیدی در ذهن ما وارد نمی شود که بدون شک این شرک است و گناه بزرگی انسان مرتکب می شود. یک موردی که شبهه پراکنی می شود این است که اگر میگویند، اگر شما میگویید که به غیر الله قسم یاد کردن درست نیست، پس چرا الله متعال به مخلوقات خود قسم یاد کرده؟ در قرآن عظیم الشان ما داریم مثلا الله سبحانه و تعالی گفته مثلا به آفتاب قسم یاد کرده و الشمس و ضحاها. مثلا الله سبحانه و تعالی برای بعضی دیگر از مثلا به آسمان الله متعال قسم یاد کرده و السماء و الطارق. و از این قبیل آیات در قرآن عظیم الشان فراوان است که الله سبحانه و تعالی به مخلوقات خود قسم یاد کرده. میگن اگر درست نیست که قسم به غیر الله صحیح نمی باشه، پس چرا الله متعال به مخلوقات خود قسم یاد کرده؟ جوابش از دو وجهه. جوابش دو تا جواب داره. اول این که الله سبحانه و تعالی وقتی به اینها قسم یاد کرده، مثلا گفته و السماء و الطارق یا گفته و الشمس و ضحاها یا دیگر آیاتی که در قرآن عظیم الشان هست، علما میفرمایند در اینجا یک ضمیر مستتر در اینجا وجود داره، ضمیری که در آنجا اضمار شده، در اونجا غایبه. یعنی چی؟ یعنی که پروردگار عزوجل میگه و السماء و الطارق. یعنی چی؟ یعنی رب السما، یعنی به پروردگار آسمان ها قسم. مطلق خود آسمان ها نیست،
بلکه در اینجا یک چیز مقدر داره که آن رب است. یک کلمه مقدر داره که رب است. یعنی وقتی خداوند سبحانه و تعالی میگه و الشمس و ضحاها، یعنی و رب الشمس، رب این آفتاب، رب این مهتاب، رب این ستارگان، پروردگار اینها. پس بناهن در اینجا یک چیز مقدر داره. این یک جواب. جواب دومی اینه که خداوند سبحانه و تعالی وقتی که به این مخلوقات خود قسم یاد میکنه، حالا مثلا به مهتاب یا به آفتاب یا به آسمان ها یا به دیگر چیزها، دیگر مخلوقاتی که الله سبحانه و تعالی داره قسم یاد کرده و در قرآن عظیم الشأن این قسم ها موجود هست، پروردگار عزوجل برای نشان دادن قدرت های خود، برای جلب توجه نمودن اذهان به طرف این قدرت ها، به طرف این نعمت هایی که پروردگار به انسان ها داده، به طرف این بزرگ نمایی هایی که پروردگار عزوجل در قدرت و در ذات او وجود داره و در صفات او وجود داره، الله تبارک و تعالی به اینها قسم یاد میکنه. چون یک چیزی که دارای اهمیت و ارزش باشه، الله تبارک و تعالی به اونها قسم یاد میکنه و بدون شک به چیزهای با ارزش و چیزهایی که دارای بزرگی هست، دارای در واقع یعنی دارای مکانت است، به اونها قسم یاد کرده میشه، به اون چیزها قسم یاد کرده میشه، چون اینها از جمله نعمتهای بزرگ پروردگار هست و الله تبارک و تعالی اینها را به رخ انسانها میکشه که ای انسانها شما مواظب باشید این نعمت‌هایی که پروردگار به شما داده، از آفتاب، از مهتاب، از زمین، از آسمان‌ها، همه چیزها که در خدمت شما پروردگار قرار داده، در خدمت شما انسان‌ها قرار داده، اینها بزرگه که الله به اونها قسم یاد میکنه. و الله متعال اختیار داره، الله متعال خالق اینهاست و اختیار داره که به هر چیزی قسم یاد بکنه. الله متعال اختیار داره که به هر چیزی که خواسته باشه قسم یاد بکنه و این قسم یاد کردن الله تبارک و تعالی به مخلوقاتش نمی شود که انسان بر این موضوع قسم خوردن مخلوق به مخلوق را قیاس بکنه. یعنی این قیاس مع الفارقه، قیاس باطله. اگر ما خواسته باشیم که این را قیاس بکنیم با آن چیزی که پروردگار انجام داده، اصلا این دوتا علت و اسبابش اصلا با هم متفاوته. اون یک علت دیگری داره، این یک علت دیگری داره و از جهتی او الله اختیار خود را داره، اختیار مخلوقات خود را داره. او صاحب اختیار همه مخلوقات است. به هر چی خواسته باشه قسم میخوره، به هر چی نخواسته باشه نمیخوره. اما ما تابع هستیم، ما باید تابع باشیم، ما مکلفیم. الله به ما دستور داده، پیامبرش دستور داده که این کار نکنیم، ما هم نمی کنیم. ولی الله مکلف نیست. الله بنده کسی نیست که برای او دستور داده بشه، یا الله تبارک و تعالی مکلف بر این باشه که به هر حال پروردگار سبحانه و تعالی چی کار انجام میده، چی کار انجام نمیده. فعال لما یرید، الله سبحانه و تعالی انجام دهنده هر چی که بخواد. هر چی که الله سبحانه و تعالی در واقع خواستش باشه همون کار را انجام میده. هر چی که پروردگار سبحانه و تعالی اراده بکنه همون کار را انجام میده. پس بناهن این قیاس کاملا قیاس باطل و قیاس مع الفارقه که ما به خاطر که الله تبارک و تعالی قسم به مخلوقات خود خورده، ما هم قسم به مخلوقات خود بخوریم. ما مکلفیم، از جانب پروردگار سبحانه و تعالی دارای تکلیفیم، از جانب پیامبر دارای تکلیفیم و بر ما دستور داده شده که از دستور خدا و پیامبر اطاعت بکنیم. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از این کار منع کردن، ما هم با جان و دل سخن الله و سخن پیامبرش را میپذیریم و در مقابلش تسلیمیم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. وقتی پروردگار متعال و پیامبرش دستوری را صادر بکنن، برای مسلمان جای شک و شبهه، جای اختیار، جای قیل و قال باقی نمیمانه که بگه چرا این چنین هست، چرا این چنین هست، چرا چنین شده. وقتی حدیثی به ثبوت رسید از رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما باید این قیاس های باطل را ترک بکنیم. قیاس های باطل، قیاس هایی که حتی با اگر خواسته باشیم مثلا یک قیاس هم بکنیم، باید یک قیاسی باشه که حداقل در تضاد با اصول نباشه، حداقل در تضاد با آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه. بنابراین با این وجود این دیدگاه و این قیاس باطل کاملا
از بین رفته هست. این قیاس باطل و قیاس بیدلیل هست و هیچ نوع در واقع ربطی در میان این دو چیز نیست. امیدوارم که انشاءالله بینندگان عزیز و گرامی ما از این موضوع هم استفاده کرده باشند. اجازه بدین بینندگان عزیز که از خدمت شما در این قسمت از برنامه رخصت بشم. انشاءالله در برنامه آینده اگر پروردگار خواست مطالبی کوتاه در مورد بعضی از احکام قسم، وقتی ما به نام الله قسم یاد میکنیم بعضی از احکام مرتب بر این میشه که آنها را هم به صورت کوتاه به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان خواهم کرد. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.